میدونستی قلمزنی توی ایران به هزاره دوم قبل از میلاد میرسه؟ اوج شکوفایی قلمزنی هم تو دوره صفویه بوده، دقیقاً همون وقتایی که اصفهان به عنوان پایتخت انتخاب شده. خیلی از نقوش قلمزنی هم ریشه عرفانی دارن. اسلیمی‌ها نماد جاودانگی ان، شکارگاه‌ها نماد قدرت و شکوهن و پرندگان هم نماد آزادی روحن. جالبه که بدونی بعضی طراحهای مدرن دارن قلمزنی رو وارد فضاهایی مثل گارد موبایل، محصولات دکوراتیو یا تزیینات خودرو میکنن، فقط برای اینکه دوباره این محصولات زنده و کاربردی بشن. تو حراجی‌های خارجی بعضی از محصولات قلمزنی حتی بالای $100,000 فروخته شدن. تو بعضی دوره‌های خاص مثل دوره قاجار، اجرای بعضی از نقوش قلمزنی مثل شکار همراه با زنها یا مهمونی و بزم‌هاشون ممنوع می‌شده. بعضی از استادکارا هم برای دور زدن این سانسورها میومدن نقش‌هاشون رو توی لایه‌های زیرین کار اجرا می‌کردن. جالبه بدونی که توی موزه وین همین الان یکی از این آثار قاجاری وجود داره که وقتی شما به اثر نگاه میکنی یک ظرف کاملا معمولیه، ولی وقتی پشت اثر رو نگاه میکنی یک صحنه کامل بزم به نمایش گذاشته شده. قلمزنی اصفهان فقط یه هنر تزئینی نیست، رد انگشت تاریخه، نه فقط گذشته که آینده هم داره، به شرطی که روایت‌هاش زنده بمونن و راهی به زندگی امروز ما پیدا کنن.